این روش انسانی ترین شیوه ذبح در جهان شناخته می شود. با تنها یک تماس آرام از یک دستگاه شوک الکتریکی، میله فلزی به سرعت شلیک می شود و جمجمه حیوان را در لحظه خرد می کند. پایان بی صدا و بی درد زندگی یک گاو بیگناه پیش از آن که حتی متوجه شود چه اتفاقی افتاده است. سپس بدن حیوان بلافاصله شکافته می شود و گوشت که هنوز دارای واکنش‌های عصبی است قابل مشاهده گردد. پس از 24 ساعت نگهداری در سردخانه برای حذف اسیدهای طبیعی، گوشت به صورت یک نواخت قطعه قطعه و توسط دستگاه چرخ گوشت به مکعب‌های کوچک تبدیل می شود. در این مرحله گوشت‌های مکعبی در قوطی‌های استیل ضد زنگ بسته‌بندی می شوند. در هر قوطی تنها یک قطعه نمک خوراکی افزوده می شود، بدون هیچ گونه افزودنی یا فناوری‌های پیچیده. پس از بسته شدن، قوطی‌ها وارد دستگاه بخارپز با دمای بالا و فشار قوی می شوند. این فرایند نه تنها عطر غنی گوشت را آزاد می کند، بلکه محتوای قوطی را کاملا استریل و ضد عفونی نماید. پس از خنکسازی، یک قوطی گوشت گاو تازه بدون مواد نگهدارنده و آماده مصرف در اختیار شماست.